این همه قسمت هایی که بدنه ماشین هستش از جنس استیل هستش و ضد گلوله. خیلی الان ارتفاع ماشین رو کنترل میکنه. واو. And from the phone, you can control everything. Whatever you want to do. If I press here, for example, I can open the trunk. I can control everything about the phone. Is because we are trying to achieve a Guinness World Record. So this is something that pushes us to keep going because there are many complications along the way. It's not an easy thing what we're doing. و مهمترین هدفشون اینه که میخوان رکورد گینس رو بشکنن و به نام خودشون ثبت بکنن. حتما. بله حتما. انشالله. سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوبین؟ سر خوب؟ تشکر. بخیر. شنیدیم در هتل موفق دو دانه میمان خاص داریم که از خارج برای تفریح اینا آمدن. درست؟ درسته، خوب شدید. مدیر مسئولی هتل کیست؟ من به بالا تشریف دارم. با بالاین؟ اجازه است؟ تشکر. بخیر باش. ما فعلا به پشت مسئولی از هتل یا به اصطلاح وطنی بگم و پشت مدیر میگردم تا ما رو همراهی کنه، راهنمایی کنه تا بریم از این مهمانا یک مسابقه داشته باشیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از اون لحاظ کرکتر و استایل ما با مدیر صاحب روبرو هستیم. السلام علیکم. وقت شما بخیر. خوبین؟ ساعت شما خوبه؟ تشکر. قربان شما بخیر باشین. خیلی خوشم. تشکر. میشه یک معرفی کوتاهی داشته باشین؟ بله، سلیمان بارک، مدیریت عمومی هتل مجلل موفق. بسیار زیاد خوشحال شدم که بالاخره زمینه مساعد شد و مستقیما آمدیم و شما رو دیدیم. خیلی خوشحال شدم. شنیدیم که یک دو تا مهمان ویژه و خاص داریم و در هتل شما مسکن گزین شدن و بودوباش دارن. چقدر میشه؟ چقدر وقت میشه؟ بله، مدت 2 روز میشه که اقامت دارن به هتل ما و اگر میخواین که از نزدیک بریم ببینیم حتما شما خیلی خیر مقدم عرض میکنین. تشریف آوری شما بسیار خوش آمدین. تشکر. بخیر باشین. خدا شما کم نکنه. اگر همراهی کنین که ما از مهمانا یک مسابقه داشته باشیم. این سالونی اتاق‌های هتل موفق درست و هر دروازه یعنی یک اتاق درسته؟ نظر به کد. سویت داریم و هم اتاق داریم. میخواین اتاق خارجی ها؟ بله، مهمانا رو ببینیم. بیننده های عزیز، قراره که مهمان خاص، البته مهمان های خاص 2 تاین یا 100 تاین دقیق معلومات نداریم، قرار دروازه باز شود و بالاخره همه ما با هم ببینیم. سلام علیکم. روز شما بخیر. خوب هستید ان شاءالله؟ وقت شما بخیر. خوبین؟ سر خوب؟ تشکر. بخیر باشید. ما شنیدیم که به افغانستان شما به عنوان تفریح و سیاحت آمدین. درست؟ بله، درسته. توسط یک کانال هرات پامیر آمدین. اگر وقت بدین که همراه شما یک مسابقه داشته باشیم. بله، در خدمتتون. بفرمایید. مهربانی. اولا یک معرفی داشته باشیم اسم از اینا را، چون وقتی سوال مطرح میکنیم بگیم سوال مربوط کدام شخص میشه. So they are asking your names. My name is Lars. My name is Alan. I am from Chile. My name is Umid Farutan. Umid Farutan. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. به خاطر که مسابقه ما بسیار زیاد جریان داره و سوالای زیادی مطرح میکنم، اینم روی پای خود نستن. این فضا که هسته در کل فکر کنم فضای برای بودوباش از اینا. درست؟ اینجا خواب میشن، استراحت میکنن و همچنان همینجا در کل بودوباش دارن. درست؟ ما با بیرون یک محیطی بهتر دیدیم که برای از اینکه بشینیم و همراه هم صحبت کنیم دوستانه، اگر لطف کنید. My friend. آقای حسین، اینا در کل میخوان کلی افغانستان بالاخره تفریح کنن ببینن یا نه لوکیشن های مشخصی از اینا تعیین شده؟ They're asking what is your plans to visit Afghanistan? Are you going to visit all the country or do you have any specific schedule or itinerary? And from here we plan to visit Kandahar, Kabul, and then we enter or leave to the north in Shahir Bandar. و
بعد از شهر هرات که جاذبه هاش رو دیدن کردند از جاهای تاریخی میرن به سمت قندهار، شهر قندهار، بعدش کابل و بعد از آنجا میریم سمت شیرخان بندر که به کشور تاجیکستان وارد بشیم. از اینا یک پرسان بکنین که هدف اصلی از اینا از این کار چیه؟ یعنی چی هدف دارن در کار؟ So they are asking what is your goal of doing this world tour travel? So one of the main reasons why we are doing this in a Cybertruck is because we want to bring happiness to the countries and the cities where we arrive. So we usually give the opportunity to locals to take pictures and have a really nice moment with us and with the truck. خب یکی از سفرهایشون اینه که با این ماشین سایبرتراک دارن سفر میکنن، تسلا سایبرتراک، که میخوان به نوعی یک شادی بین مردم ایجاد کنن با این ماشین خاص که مردم اینو میبینن، عکس میگیرن و خیلی خوشحال میشن با دیدن این ماشین. Another reason is we are trying to prove to the world that going around the world in an electric car is possible, that electric cars are the future. و هدف بعدیشون اینه که هدف دومشون اینا میخوام ثابت بکنن که سفر دور دنیا با ماشین برقی امکان پذیر هست و میشه انجام داد. کار سختی نیست با ماشین برقی دور دنیا رو سفر کردن. And the third reason is because we are trying to achieve a Guinness World Record. So this is something that pushes us to keep going because there are many complications along the way. It's not an easy thing what we're doing. So having this goal is something that keeps us going. Like, okay, we have to wake up, we have to keep working because it's very exhausting, and if we have this goal of 80 countries, then we have motivation to keep going. It's a 1.5 year trip. و هدف خیلی آخرشون، هدف نهاییشون و مهمترین هدفشون اینه که میخوان رکورد گینس رو بشکنن و به نام خودشون ثبت بکنن 80 کشور با ماشین برقی. و این کار ساده ای نیست، کار راحتی نیست. برای همین یک هدفی که دارن، به خاطر دست آوردن این هدف میخوان که تلاش میکنن که به این هدف نهایی برسن. از اینا سوالی عمومی در کل داشته باشیم که قبل از اینکه به افغانستان بیاین حتما در ارتباط به افغانستان کدام معلوماتی گرفتن؟ آیا همون دیدگاهی که نسبت به افغانستان داشتن از نگاه فرهنگ، عنعنات، مردم همون بوده یا نه چیزی دیگریه؟ So their next question is, before coming to Afghanistan you had an imagination about Afghanistan, and they want to ask you about your previous imagination and the actual imagination of the country after visiting city of Herat and so on. I would say what at least me, what I knew about Afghanistan before was just from the news, which are usually negative things. I didn't know much what to expect apart from what I see in the news, so we were a little bit afraid of coming, that's the truth. Yeah, I was a little bit afraid of coming, and but now I feel very, very welcoming here. I feel very comfortable with the people here. I think they are extremely positive and nice human beings, and I love the way that they're treating us and the food and the warming of the people. خب قبل اینکه به افغانستان بیان توی اخبار فقط چیزهای متفاوتی شنیده بودن که منفی بود در مورد افغانستان و قبل از اومدن هم میترسیدن که بیان. واقعیت رو میگم، میترسیدن بیام کشور افغانستان، ولی بعد اینکه اینجا اومدم خیلی آدم‌های مهمان نواز و خیلی آدم‌های مثبتی هستند و نظرش درباره مردم افغانستان عوض شده که چجوری باهاشون رفتار میکنن. خیلی بهشون خوش میگذره تو این شهری که بودن، هرات،
تا شهرهای دیگه هم همینطور هست. آیا واقعا از افغانستان لذت بردن خصوصا از هرات؟ And next question is that do you really enjoyed your time in city of Herat or no? So far, it has been absolutely fantastic. We've only been here for 2 days, but we've been so well received. People are so curious and nice to us in the streets, in this hotel obviously, in Muafak. They've treated us very nice. They had a big dinner for us yesterday. We've been to the gym, well, me twice, and it's been an absolute amazing experience so far. میگن که مردم افغانستان تو شهر هرات خیلی کنجکاو بودن درباره اینا. وقتی که توی شهر قدم میزدن باهاشون حرف میزدن و خیلی علاقمند بودن به اینها که از کجا اومدن. و اینکه توی 2 شبی که توی هتل موفق بودن تو شهر هرات خیلی اقامت خوبی داشتن، از باشگاهش استفاده کردن و دیشب هم اینجاییه که غذاهای محلی از طرف هتل بود که پذیرایی شد، غذاهای محلی افغانستان. خیلی راضی بودم. سوال برای آقای لارس و آقای الان با هم چه نسبتی دارن؟ Next question is Mr. Lars and Alan. What is your relation? Yeah, we're friends. We met each other 2 years ago, and when I decided, so I bought this truck and decided to do this round the world travel last year. Then I called Alan to see if he wanted to come for the Chile part, and he suggested that he could come for the whole trip, which was fantastic because then I don't have to do it alone. میگن که آقای با هم دوست هستن و تقریبا 2 سال پیش با هم دیگه آشنا شدن و ایشون ماشین تسلا سایبر تراک رو خریداری کردن و به آلان گفتن که من همچین سفری رو میخوام انجام بدم و اگه دوست داشته باشه تا شیلی همراهیش بکنه. ولی آلان گفته که من تو این مسیر دور دنیا همش رو میتونم باهات بیام همراهی بکنم. در کل از گپای شما در کل معلوم شد که به یک موتر بسیار خاصی در افغانستان آمدیم، درست؟ و این موتر باید به تصویر کشیده شود تا بیننده ها همچنان ببینه این موتر چه خصوصیاتی داره در کل. So they got to know that you are traveling with a special car and they want to say to the people what specifics there is in your car. So the first thing I would highlight is that the car looks like every child's first attempt at drawing a car. اولین خصوصیت که تو این ماشین هستش اینه که هر کسی رو جذب میکنه و مثلا برای بچه ها خیلی جذاب هستش. اولین خصوصیتش اینه. Like a spaceship. مثل سفینه فضایی میمونه. سوال بعدی ما اینه که بعد از افغانستان قرار به کدام کشور برن؟ And after visiting Afghanistan, where you go? I have more to tell about the car. میگه بیشتر میخوام درباره ماشین بگم. The car is bulletproof. It goes from 0 to 100 in 4 seconds, despite weighing 3 tons. ماشینشون بدنه ضد گلوله داره و اینکه 0 تا 100ش در 4 ثانیه هستش با وزن 3 تن. خیلی سنگین هست ولی با تکنولوژی که داره خیلی قدرتمنده. I think we should go see the car and show it to them. اگه دوست داشته باشیم میتونیم ماشین رو دیدن بکنیم. حتما. سوال ما حتما. Of course. سوال بعدی اینه که افغانستان قراره که بیشتر خویی گفتن خب بعد از افغانستان قراره به کدام کشور برن؟ Next question is after visiting Afghanistan, where is your next country destination? We enter to Tajikistan and then all the Central Asian countries before we go back down through Iran. خب بعد از افغانستان به کشور تاجیکستان میرن و کشورهای آسیای میانه و دوباره برمیگردن به ایران.
during the trip we will visit all continents. We already went to America, we already went to Europe, and we're going to Asia, and we're going to Africa and Australia, and then back to Central America. تو این سفر میگن که همه قاره های دنیا رو خواهند دید. آمریکا رو دیدن، بله، اروپا، آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، همه اینا رو میدن. امروز اینا پلان دارن برن؟ بله امروز پلان دارن برن. پس بعد از مصاحبه ما قرار شما سفری داشته باشین؟ بله امروز بعد از ترک هتل موفق میریم به سمت شهر بعدی. میشه شما رو بدرقه کنیم و بریم و موتر رو هم ببینیم، به تصویر بکشیم. They want to say goodbye to you when you are leaving the hotel, if it is possible. Hatman. بله حتما. Inshallah. Inshallah. همراهان عزیز، طبقی که در گذشته و در داخل هتل گفتن که موتریه و در ارتباط به موتر صحبت کردن، ولی واقعا وقتی آمدم متوجه شدم کاملا یک موتر متفاوتیه و این به تصویر کشیدیم و واقعا موتریه که باید همراه از روی دنیا رو چکر زنید. طبقی که شما در تصویر میبینین اینمی موتریه که اینا از امریکا حرکت کردن و قراره که کره زمین بالاخره سیاحت کنن. موتر واقعا یک موتر کاملا متفاوتیه که نظیر یزید ما در افغانستان هیچ کسی از ما شما ندیده و خیلی یک مشخصات خاصی هم داره. اینا هم که آمدن مجهز با همه چیز هستن، یعنی کامرای خود هم دارن، خود از اینا در کل میخواین که بالاخره دنیا رو بالاخره به نمایش بگذارن و موتر از اینا هم واقعا خیلی عالیه. Maybe you want to film how it opens? طبقی که دیدین من از اینا خواهش کردم که دروازه رو باز کنن و فینگر فکر کنم در کل دروازه باز کردن ازی و کامرامان اگر لطف کنه داخل سیتر هم با ما باید تصویر بکشه. This is where you control everything. So for example, we can have cameras here. این داره مشخصاتی از این که موتر در کل توضیح میده که توسط همی دروازه پیشی روی از اون باشد و تمام چیز توسط همی LCD که به داخل کامپیوتر هسته، داخل خود موتر هسته کنترل میشه، بیرونی و داخلی و تمام چیز فینگره و هیچ سویچی اضافی و بالاخره هیچ چیزا نداره. Way to open the door is there's a camera here. There's a camera here, and if you want to open the door, you put your fingerprint here. This is how you open. من فکر کنم میگه که دروازه از توسط فینگر یا توسط اثر انگشت باز میشه و یا که از طریق فیس هم میشه که اینجا کامرا وجود داره و وقتی که بالاخره ما کسی که اینجا وصل شده وقتی ببینه دروازه باز میشه. همینطوره نه؟ و همچنان توسط فینگر واقعا مشخصات خاصی داره. What is this? This is where the car is charging. This is electricity. این در کل فکر کنم قسمتی که چارج میشه. Here you can open the back like this. در این قسمت میگه که هست این که فشار بدیم دروازه پشتی باز میشه. This is where we have everything for the long trip. فکر کنم تمام همون مشخصات و تجهیزاتی که نیاز دارن به داخل از گذشته هست که عبارت از چی هست. This is a generator in case we get stuck. میگه یک جنراتوری داریم که ما فکر میکنم این جنراتور دقیقاً به خاطر از اینه که ما چیز موتر چارج کنه. If you press here, you can open the back. این قسمتی که میگه فشار بدین این قسمت دروازه پشتی باز میشه. و
close. این سویچ هم وقتی که بزنیم پس When this is closed, کلوز میشه. this you can stand here. This nobody can steal anything. میگوین که اینو وقتی که بسته میکنن میتونه روش وایسه، مشکلی نیست، مقاوم است. قدر مقاومه واقعا هم همون تو هست. این خاصیت چارج کننده خو نداره. نه سولار نیست. And all the metal part, this is bulletproof. این همه قسمت هایی که بدنه ماشین هستش از جنس استیل هستش و ضد گلوله. خیلی Tell him to film the wheel. I'm gonna. میگه چرخهای عقب رو اگه فیلم بگیری تکون میخورن، یعنی وقتی که میخواین دور بزنین چرخهای عقب هم دور یعنی میزنن. اشتراک وقتی داره میده بر علاوه او هم میشه. Okay. Thank you. You can move the tires. دقیقاً این ما که مشاهده میکنیم این تایر دنبالی نه، لاستیک دنبالی نه که با اشتنگ دور دادن هم دنبال و هم جلو دقیقاً این اتفاق میفته و این واقعاً یک آپشن های کاملا متفاوتیه. یک سوال از اینا بکنیم که در کل وقتی که 100% چارج باشه 100% چارج باشه چند کیلومتر را میره؟ بستگی به شرایط جاده و شرایط مسیر داره، ولی در حالت خوشبینانه تا این حالت 500 کیلومتر میره. 500 کیلومتر در صورتی که 100% چارج باشه. 500 توی گوشی به گوشی هم وصله، ببین ارتفاع ماشین کنترل میشه، بعد همه امکانات ماشین رو از طریق تلفن هم میتونن کنترل بکنن. الان ارتفاع ماشین رو کنترل میکنه. واو. And from the phone, you can control everything. Whatever you want to do. If I press here, for example, I can open the trunk. I can control everything about the phone, about the car. همه چیز رو میتونن از طریق تلفن کنترل کنن، همه امکانات ماشین. تمام کارهایی که به این ماشین صورت میگیره توسط موبایل میشه کنترل کنن، درست؟ خیلی عالی. ما سایبر لوکوس هستیم. ما افغان رو دوست داریم. زنده باد افغانستان. زنده باد. خب بیننده‌های عزیز به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و قراره که همراه از دو دوست و دو مهمان عزیز خداحافظی کنیم و بالاخره اینا هم به سمت هدف بعدی که دارن در حرکت باشن. بسیار زیاد خوشحال شدیم از دیدن شما و بسیار زیاد تشکر که همراه ما مسابقه کردن. وقتی خوب و خوشی داشته باشن. They are very thankful Goodbye. for the interview. Thank you so And much. have a good trip. Thank you. ممنون. تشکر. Bye bye. Bye. خداحافظ. Bye. خداحافظ.